این کودکان در جستجوی غذا عازم پرتاگاه کابل شدند. تلاش برای غذا شغل اساسی شمار زیاد عائله‌های بجا شده در پایتخت افغانستان می باشد. گلاله 12 ساله برای یک پارانان با سگ‌های دیدو هم جنگیده است. سگ‌ها ما را پیش میکنند، بعضا میگزند. یک روز سگ از پایم گزید. در شفاخانه مرا معالجه کردند ولی هنوزم پایم درد میکند. گلاله همراه با اهل عائله‌اش از ولایت کاپیسا به کابل آمده در اردوگاه تگاب که یکی از 60 اردوگاه پایتخت افغانستان است مسکون شدند. رئیس غیر رسمی این اردوگاه انهرگل میگوید آنها به دستگیری حکومت نیاز دارند. بعضی ما ناگوار است، روز به روز بدتر می شود. ما برای معالجه بیماران پول نداریم، نه غذا داریم نه مواد سوخت. چند سال اخیر از حکومت کمک نگرفته ایم. ما به مکتب و شفاخانه دارای ماشین های طبی نیاز داریم. سازمان ملل متحد تخمین می کند که در افغانستان نزدیک 2 میلیون مردمی بیجا به سر میبرند. بعضی سازمان ها اصرار می‌ورزند که شمار مهاجران داخلی از آن هم بزرگتر است. جنگ و ناآرامی و آفت‌های طبیعی هزارها عائله افغان را به ترک مکان زیست دائمی‌شان وادار کرده است. بازگشت پناهندگان از ایران و پاکستان شمار مردمی بیجا شده را افزایش داد. یار محمدی 12 ساله نمونه از 13.5 میلیون ساکنان افغانستان است که روز تنها یک دفعه به غذا دسترسی دارد. من به بیناهای بی‌صاحب رفته غذا و آهن پاره می‌کوبم تا آن را فروشم و برای تحصیل وقت ندارم. چرا پدرت کار نمی‌کند؟ پدرم معتاد مواد مخدر است. من او را صبح پیش از نماز به جستجوی غذا می‌فرستم. هر چیزی که بیارد غذای کودکان دیگری این عائله است. اگر او چیزی نآورد ما به غذا میمانیم و کودکان از گرسنگی می‌گریند. یک ماه اخیر ما روغن هم نداریم. من لباس نمیخرم. مردم لباسی دریده مرا دیده و من لباسی کهنه خود را تحفه میکنند. مردمی بیجا شده از این نوع کمک نیز خوشحالند ولی آن کافی نیست. فردا باز روز می شود و مبارزه برای دریافت یک بردنان از سر گرفته می شود.